درود. به برنامه بحث ورزشی خوش آمدید. من فرزاد در این برنامه میزبان هستم. مهمان ما آقای باز محمد مبارز، مسئول سبک MMA و سازمان AFC در افغانستان هستند. مسئولیتی که در هفته گذشته شما شاهد بودین که یکی از مسئولین یا معاون فدراسیون ورزش‌های رسمی انتقاد داشتن روی همین نکته که آقای مبارز مسئول سبک MMA در افغانستان نیستن و یک سوء تفاهم است و ظاهرا نشان گفتن که سوء تفاهم نه بل از عدم آگاهی آقای مبارز است. ما به خاطر تامین عدالت از آقای مبارز در این برنامه دعوت کردیم تا اون انتقادات و چرایی هایی که در برنامه هفته قبل مطرح شده بود آقای مبارز به اون پاسخ بدن. آقای مبارز خوش آمدین. من سلام احترام خود خدمت شما، خدمت همکارای عزیز شما و خدمت تمام بیننده‌های تلویزیون خوب ورزش 3 تقدیم میکنم. خیلی سپاس. روال برنامه قسم است آقای مبارز که در آغاز یک معرفی کوتاه از مهمان برنامه می داشته باشیم. شما اگر در نخست یک ورزشکار بودین در این زمینه، اگر مختصر معرفی بکنین خدا که البته در دو بود کارنامه تحصیلی خودتان بگوین که یا درس خواندین، دانشگاه خواندین یا نخواندین، بعد میریم که چگونه شد که شما ورزشکار شدید. ما در ایام بیش از یک نوجوان نبودم که پدرم فوت کرد یا پدرم زنده و مردش گم شد. تا این لحظه را کدام معلومات نداریم. ما برادرای ما بودن از مکتب بزرگ خود ما مصروف روزگار چلاندن فامیل ما شدیم و در عین حال در درس‌های مکتب ما ادامه میدادیم. به اون ترتیب ما مختصرا بگوییم که تا مکتب تا صنف 12 را خواندیم. از این بابتش مصروف کارهای و فعالیت‌های ورزشی شدیم و نتانستیم که تحصیلات خود ادامه بدیم. و چگونه شد که ورزشکار شدیم؟ بسیار سوال دقیق کردی. ما میخوایم بسیار جواب که در دلم است تا بالا به هیچ کس نگفتیم، در هیچ مطبوعات هم نگفتیم بر شما بگوییم. پدرم یک پهلوان وقت زمانش بود، در این حال یک جنرال بود و پدرم زیاد آرزو داشت که ما یک ورزشکار خوب فرزندایش در جامعه تقدیم شود. بعد از فوت پدرم با وجودی که از لحاظ اقتصادی ما بسیار در حالت خراب قرار داشتیم، بسیار زیاد. ما یکی از خاطرات ما بگویم وقتی که ما در شهر پلخمری در یکی از کلب‌های پهلوانی تمرین میکردم، باید در تمرین پهلوانی بری ماسی باید ببری نه تمرین بکنی. وقتی که ما رفتم لباس نداشتم چون پیسه نداشتم که ماسی بخرم. استاد ما را گفت که صبا بی ماسی نبیایی، ماسی خریده بود. صبایش که رفتم نداشتم چون امکانات نداشتم که ماسی بخرم. باز رفتم گفت ناوردی، ما گفتم میارم صبا میارم، گفت صبا وقته دیگه. صبا که رفتم باز نتانستم خریده چون وقت ما وقت کار میکردم، کار غریبی کارهای لبای سرکم میکردم. فرض میکنم ما باید بگویم که ما شو نخود فروشی میکردم و از او گذشته نان مفروختم. همین کارهایی که چیزی که از واسه توانم میشد به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان حلال مصروف بودم. بالاخره ما صبایشم که به ماسی رفتم، مرا استاد کلب استاد کرد، گفت تو قانون کلب مراعات نکردی، با یونیفرم کلب نتونستی آمده دیگه، تو نمیتونی در کلب ما تمرین کنی. مرا از کلب کشید و ما از اون شروع کردم. تصمیم گرفتم بالاخره که اگر ما این ورزش ادامه ندم، ما آرزوهای پدرم برآورده کردن نمیتونم. به هر شکلی که بود ما خدایار ساختم. پس در مو کلب رفتم با اون وسایل، یک ماه پسش ما اینم یک موسیر زمینیش مساعد کردم خریدم تا بالاخره که ما
تقریبا 6-7 سال خلاصه برات بگویم قهرمان تیم ملی پهلوانی کرج بودم که در مسابقات آسیایی هم اشتراک کردم. در تاشکند دستاورد خوبی داشتیم، مسابقات آسیاییش نایب قهرمان شدیم که اینمی شروع ورزشم بود که ما بسیار زیاد. از کدام سبکا شروع کردین؟ یعنی اول در رشته پهلوانی ورزشکار بودین؟ چگونه شد که ورزش ها رو تغییر دادین؟ ما اول پهلوانی کرش میکردم و با بعدش ما پهلوانی آزاد کردم. پهلوانی آزاد در استودیو هم در جوانان نوجوانان 1-2-3 مسابقه بردار مسابقه کردیم و کرش هم کار کردیم. جیدو هم پیش استاد یمای سمک کار کردیم. یعنی مطلب تانیزی است که چطور در ورزش‌های رزمی آمدین؟ نه، منظوری بود که در امی درازای زمانی که شما آمدین مثلا از پهلوانی شروع کردین، بعد وقتی تغییر رشته کردین به کدام رشته رفتین و بعد بالاخره آمدین به این رشته MMA؟ او وقت ما در شهر یا در ولسوالی کوچک پلخمری که زندگی میکردیم در کلب پهلوانی تمرین میکردیم. بالاخره خودم یک کلب پهلوانی اونجا ساختم و بنیادگذار ورزش کرش هم در بغلان ما بودم. بعد ما در پهلوانی آزاد آمدم. امی در اون وقت زمانم مثالش سال 2007 تا 2008 هم از توانایی بسیار خوب برخوردار بودم از قدرت بدنی. ما امی ورزش میره یکی از روزا ویدیوهایش فیلمایش دیدم داخل قفس که 2 ورزشکار جنگ دارن و تو پیچ میخورن. بسیار زیاد برام جالب تمام شد و بسیار برام دیدنی بود و دمی این زمان در دیدن امی توانایی خود دمی ورزش پیدا کردم و ما ایتو احساس کردم که من اینمیال بجای یک کسی در داخل می قفس باشم مبارزه کنم شاید موفق باشم در برابر دیگرش. با وجودی که ما آمادگی و از هیچ لحاظ نداشتم ولی امی توانایی خودم در این ورزش پیدا کردم، دیدم و فهمیدم که من در این ورزش و نتیجه میتونم. بالاخره ما ویدیوهای زیاد از این پیدا کردم، تعقیب کردم. شوق علاقه بسیار زیاد شده این ورزش. باز او وقت در افغانستان هیچ سر صدای MMA یا فری فایت که امروز میگن به زبان عامیانه اصلا فری فایت هیچ معنی نداره. در دنیا به نام میستاید. این در کدام سال بود؟ در سال 2007. در سال 2007 که ما و برادرم دین محمد جرات ما چون در اونمو شهر که بودیم ما میخوایم فرزاد صاحب روی بعضی حقیقت‌های زندگیم صحبت بکنم. و آقای مبارز اینجا بحث بیشتر روی حلاجی همون انتقاداتی است که از شما میفهم. اگر روی همین مسائل کوتاه‌تر صحبت کنین میشه که در همین قالب همین سوالم مطرح بسازن. ما زمانی که بعض دوستای ما انتقاد کرده بود که یا بنیادگذار یا مؤسس گاهی دقیقاً اگر مشخص روی سوالات برن چون فرصت تو قدر زیاد نیست. میفهم مشخص نیست. یک نکته رو میخوایم سوال بکنم بعد شما در اون قالب ایره مگر جواب بدین. ایده ای از کسانی که نقد میکنن کارکردهای شما رو میگن آقای مبارز یک چیز خوب یاد داره که همیشه از خودشون بگوین، امیر چگونه جواب میدین؟ والا فرزاد صاحب یک گپ بذارم در این کشور فکر میکنم در هر بخش که باشی تمام مردم افغانستان اگر تایید بکنه هم مسلک‌های تایید نمیکنه و موجودیت تعظیم کرده نمیتونه. با او خاطر ما فکر میکنم با موجودیت ما هم مسلک‌های بسیار احساس خطر میکنن چون امروز ما در سطح شکر الحمدلله در سطح دنیایی را کس خواسته باشه یا نخواسته باشه در سطح دنیا ما مدرس شدیم. تمام برنامه‌های حمایت میشه، اسپانسرهای خاص منظوری است همین منتقدین شما به قول شما یا همون مخالفین شما که شما را عزم کردن میتونن انتقادشونی است که بگذار مردم قضاوت بکنن تا یک شما بگوین. خب این بیان بسیار گپ جالبی است. ما که در مسلک‌های میرم در محفلا خوب گوش کن. من میرم در محفلا میرم 500 نفر در این محفل می باشه. همین 500 نفر خرد کلان جوان کلش لطف میکنن مهربانی میکنن در دور ما جمع میشن کدام عکس میگیرن و ما را تشویق و نوازش میکنن. هم مسلکان در موقفی که هستن در پالیم استاد میمونن تنها هیچ کس سلامشان هم والک نمیگیرن. اینمی گپا باعث میشه که میگه ما عمر ما را تیر کردیم سر ما را سفید کردیم دمی رشته کس سلام ما را والک نمیگیره. اما ای که دهی مردم قدر چیز میکنه اینی گپا باعث میشه مثل از هزاران گپ دیگه ولی ما برشان احترام دارم در هر حال برشان احترام دارم و احترام میگذارم و احترام خواهد داشتم. یک نوع بخیلی هست این طبعا
طبعا. خب حالا اگر بیاین روی من میگم تا کلمه بخیلی کردن برای خود رشد بدن، برای ادارهشان، برای شخصیتشان رشد بدن. مشخص برای کیست؟ ما مشخص نام گرفتن نمیتونم. هر کسی که انتقاد میکنه یا انتقاد کرده مبارز الزامی نیست. یک کسی که از کار یک کسی نقد میکنه دیگه او ما بیشتر خصومت با او افراد برخورد شود. حالا برخی ها عقیده داشتن، گفتم که آقای مبارز از خود راضی است به قول معروف، که شما به یک نحو پاسخ دادن که اونها همین توانمندی های مرا هضم نمیتونن. اگر ایره کنار بگذاریم چون پاسخ دادن، حالا بیایم سر این مسئله که اونها میگن که شما ادعا میکنن که بنیانگذار امیر شاه هستن. روی اگر صحبت بکنن که واقعا بنیانگذار هستن یا خیر؟ بیام من روی اسناد روی دلیل میگم. پاسخ بدم. ما گفتم که در مشوار پلخمری ما که زندگی میکردیم او خیش سر صدای ای ورزش می نبود، کس آشنایی نداشت، در فدراسیون ورزش‌های رزمی نبود. ما دونمو جامعه که زندگی میکردیم، ما و برادرم ویدیوهای از این که دیدیم زیاد علاقه‌مند شدیم، بدون از این از قانون و قواعد از این بفهمیم. در کلب میرفتیم یکی دیگر را میزدیم، سیاه و کبود میگشتیم. ما بسیار فشرده گپ میزدم وقت برنامه کردم. بالاخره که دونمو شهر ما رقیبای خود در بخش ورزش هم داشتیم. اینمی گپ باعث شد ما رفتیم در آمریت ورزشی که فعلا هم آمر ورزشی امچای مومونی است. تمام ورزشکارای ولایت بغلان در هر رشته که بود ما گفتیم ما دینی رشته ویدیوهایش نشان دادیم، حاضر هستیم که با هر کسی که کامفو یا تکواندو یا بوکس هر پالوان هست ما حاضر هستیم مبارزه کنیم. ما بدون برادرم بود. 16 روز وقت از او ماندیم، کس حاضر نشد تا بالاخره که امی آمر ورزشی زنگ زد در نورالله شاروخی زنده و حیات است، رئیس ماست. به این زنگ زد گفت دو تا از ورزشکارای ما دمیجا پیدا شده، دینی مسلک دینی رشته کلگی را چلن داده. ما تو رئیس ورزش‌های رزمی هستی، ما شما را در جیران بود که شاروخی امروز ما در تماس شد، زنگ زد برای ما و گفت که ما از این گپ خبر شدیم، ما استعدادتان قابل قدر است پیش ما تقدیر میکنیم، ما کوشش میکنیم اینمی رشته را داخل چوکات بیاریم، داخل چوکات فدراسیون ورزش‌های رزمی بسازیم رسمی و شما را دعوت بکنیم شما در مسابقات بیرون مرزی اشتراک بکنه. من مطمئن هستم شما نتیجه میتین. این آقای شارخی هم دقیقاً پیشتر هم گفتم حیات از میتونی گپ پرسان کنیم. ما گفتم گپ بسیار خوب است، شما زود بیکاره بکنه. در این جای شک نیست که آقای شاروخی در قسمت رسمی ساختن از این کارهای اداری از این 100% نقش داشته و ما تقدیر میکنم این کارش. 6 ماه سر از این کار کرد. 6 ماه پس بالاخره که برای ما دفعه برش زنگ میزدم چی کردی باز برام 6 ماه پس گفت ما این را پیشنهاد کردیم در تربیت بدنی، از تربیت بدنی در ریاست جمهوری حکم مشاورت داخل فدراسیون ورزش‌های رزمی به عنوان یک سبک است. ما اولین مسابقه را میگیریم در زون، میگیریم در قندوز. شما آماده باشید ما اینجا مسابقه میکنیم. رفتیم اونجا دزون آمدن، بالاخره اینجا مسابقه را برگزار کردن. ما هم در وزن خود اول شدم، او برادر ما هم اول شد. بالاخره آمدیم در کابل. اینجا که آمدیم با کسی که انتقاد میکرد با او آشنایی پیدا کردیم. او بیش از یک کانفوکار نبود و بیش از یک کانفوکار تجربه شد. همین کسی که شما گفتین در برنامه پیشتان آمد اینجا مصاحبه کرد و گپای غیر فنی و غیر مسئولانه، غیر کسی که قد داشته باشه. نه حالا مشخص اگر اشاره بکنن آقای قیومی منظورتون است که در برنامه قبل از شما نام میگرفتن ولی شما به این گونه صحبت میکنید. دقیق اگر کوتاه پاسخ بدن سوال مرا، در کدام سال شما تأسیس کردین این سبکه؟ ما خود گفتم 2007 ما شروعش کردیم. نه در کدام سال رسمیت گرفتن از آدرس تربیت بدنی افغانستان؟ به قول آقای شارخی 2008. یعنی چی به قول آقای شارخی؟ کار شما کردین و آقای شارخی گفتم باید؟ ما شروعش کردیم، بنیادگذاریش از یک ولسوالی شروع کردیم ولی کارهای اداریش مسئول ما نبودیم. این مسئولیتش آقای شارخی رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی بود، او اجرا کرد. او تمام یعنی هم شما هم زمان که ورزشکار بودین دیگه در نقش یک مدیری را تأسیس هم کردین؟ چی را؟ امی سبکه؟ نه ما شروعش کردیم، گفتم کارهای اداریش تأسیس نکردین دیگه؟ کارهای اداریش آقای شارخی پس کرد. بنیانگذاری رشته آقای شارخی است؟ نه ما شروعش کردیم. سایکو یکی کارهای اداری میشه، نه یک مدیر است.
کار میکنه. آقای مبارز، شما ورزش را آغاز کردین و خب روایت هم میکنن، خیلی با مو کیف و کانش قسم میکنن که فیلم دیدین و بالاخره علاقمندی رشته شدن و آمدین. امی تأسیس شما الان ادعا میکنن که من بنیانگذار، مؤسس و کسی هستم که این ورزش در افغانستان تأسیس کردیم، یعنی سبکه، درست؟ حالا در حالی که در تربیت بدنی افغانستان مؤسس این رشته ها بیشتر از آقای شاروخی یاد میشه. ما یک چیز براتون گفتم، میتونم ما براتون گفتم که در افغانستان هیچ سر صدایش نبود که از یک گلسوالی شروعش کردیم. گوش کن یک که من ادعا میکنه که من یک چیز را تأسیس کردم. همین ما بون بزنم خیر باز بزن گپایتا. ما گپایتا شنیدم، وقتی تو که گپ میزنی ما چپ میشینم. حالا که ما گپ میزنم تو چپ میشی که ما گپای ما خلاص. کوتاه سوال میکنم، کوتاه پاسخ بدید. شما ادعا میکنید مؤسس میرشته شما هستین، در حالی که رسمیت که کسی که تأسیس کرده آقای شاروخی داره. شما چگونه ادعا میکنید؟ ببین ما خب پیشتر گفتم که وقتی که این در افغانستان سر صدای رشته نبود، ما از یک گلسوالی شروع کردیم. آل فیصله را میمانیم در دست بیننده. از یک گلسوالی شروعش کردیم، مسابقه از سطح زون شروع کردیم تا سطح ملی، بالاخره امروز در سطح دنیایی را مدرسه ساختیم و اولین کسی هم هستیم به سطح عرفه‌ای مسابقات در افغانستان برگزار میکنیم با اون معیارهای جهانی. سپاس. یعنی آقای مبارز، من به یک روایت دیگه میخوایم سوال بکنم، مشخص تر اگر جواب بدین. برای ورزش یا فدراسیون موی تای هم مدعیین زیاد هستند. هر کس ادعا میکنه که ما ایره تأسیس کردیم، ولی مصاحبه‌ای که ما با رئیس فدراسیون موی تای داشتم یک نکته را پاسخ دادن که شما میتونین برای اینکه مشخص کنین چی کسی تأسیس کرده به تربیت بدنی تشریف ببرین. ظاهرا اونجا به نام از اونها ثبت بود. شما میگین ما تأسیس کردیم ولی به نام شما ثبت نیست. چرا؟ نه این خوب بنام هیچ کس ثبت نمی باشه. یعنی این بنام نه رئیس تربیت بدنی می باشه، نه بنام رئیس فدراسیون ورزش رزمی می باشه، نه بنام ما می باشه. این یک کارای در قسمت کارای داری، نه فهمتون معلومات داری نداری که من مؤسس هستم حرف درست نیست. نه یکی مؤسس است، نه یکی بنیادگذار است. من میگم ما این میره بنیادش در افغانستان ماندیم روی سند، روی اسناد، روی دلیل. حالا اگر شما ولی میپذیرم که همین تفاوت مؤسس و بنیانگذار اگر کوتاه توضیح بدین تا برای بیننده‌ها تفهیم شود. بنیادگذار خب برای کلگی واضح است که کسی که شروع یک چیز میکنه که وجود نداشته باشه، نه اونمو را شروع میکنه، کار میکنه یا تمرین میکنه، دیگرها را در اون مصروف میسازه، دیگرها را در اون مصروف اونمو رشته میسازه و او را رشد میده در دنیا. من فکر میکنم مؤسس و بنیادگذاری شاید یکی شما باشه. تفاوت قائل شدن. سپاس آقای مبارز. به میان برنامه کوتاه میریم، پس از میان برنامه کوتاه این بحث همچنان ادامه دارد. دوباره خوش آمدید. آقای مبارز، شما ظاهرا ادعا میکنین که از یک جانب در برنامه‌های مختلف میگین مؤسس زمی هستن. همین برای بیننده باید روشن شود بالاخره. از یک طرف هم میگین که دیگه اونجا فرق بین مؤسس و بنیانگذار وجود داره. شما ظاهرا میگین من مؤسس هستم و آقای شاروخی بنیانگذارم تو؟ نه ما کی گفتیم که آقای شاروخی حالا خیلی واضح‌تر من میگم که ما بنیانگذاری از این کردیم و آقای شاروخی ما بازم برش میگم ما این نه کدام مشکل که آقای شاروخی ندارم در این رابطه و برش احترام دارم و میگم کارهای اداری شکل اگر شما در کارهای اداری کسی که یک مدیر باشه کارهای اداریش پیشنهاد میکنه او را بنیادگذارم اگر شما شمار میکنه اگر مؤسس هم میکنه بکنه این شاید باز ملت باز این با تفکیک بکنه ملت قضاوت کنه. برای اینکه ملت قضاوت کنه من میخوام سوال کنم. هر کسی اگر فردا نه آقای شاروخی نه آقای مبارز اگر یک فرد سوم بیا ادعا کنه که می رشته MMA یا به قول شما MMA یا فری فایت در افغانستان ما تأسیس کردیم، پاسخ شما چیست؟ کی میگه؟ تصور بکنین یک فرد سومی ادعا کرد، چگونه ثابت میکنین که امیر شما تأسیس کردین؟ این حال خودت هم نمیشه که ما بگم این تلویزیون تری سپورت از ماست. نه سند اینال خب ما خوری سپورت شما گفتن نمیتونن. خب اینال وام گفتن نمیتونن. امی جواب وام گفتن نمیتونن. ببینید من میخوام با می ادعای شما پاسخ بدم. رئیس تلویزیون تری سپورت
سند داره که مربوط ایشان است؟ ما هم سند داریم. یعنی چی مشخص اگر ما از شروعی که کردیم نه از سال 2007 شروعش کردیم که سند داریم تا اینمی لحظه هم فیلم داریم هم اسناد داریم هم از هر لحاظ که بگویی در دیگه برنامه تان کو با تمام اسنادا و فیلم‌ها میایم اینجا. سپاس آقای مبارز. از این بگذریم. حالا اگر روی به این زمان که شما این ورزش شروع کردین آیا تنها از امو فیلمی که مشاهده کردین شروع کردین قانون و قوانین و مقرراتی مسائل یا یک استاد داشتین یک راهنما داشتین؟ این استاد شما کی بود؟ نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم اما از آفتاب گویم. بله وقتی که ما شروع کردم گفتم پیشتر که تا مسابقه زونام که ما دادیم قهرمان شدیم ما برادرم بدون از اینکه از قانون و قواعد ازی آگاهی داشته باشیم با محافظات تمرین بکنیم یکی دیگر را تمرینات ما به شکل حرفه‌ای بود میزدیم بسیار زیاد فوق‌العاده میکردیم. باز وقتی کوجا قهرمان شدیم ما کابل آمدیم آقای شاروخی ما را معرفی کرد همراه واسع قیمی شخصا در یک سفر ما را کاندید کرد 2009 یک سفر بود در ایران بود در اوجا باز مرا گفت که اینمی آدم ما ترینر تعیین کردیم در میجا تو میتونی ما مدت 12 روز تمرینای تا پیش ازی بکنی. ما گفتم خوب هستم. وقتی رفتیم ما که ازی معرفی شدیم که با آقای قیمی یک کانفو کار بود از کانفو آمده بود در چیز آمده بود خوب بود یک لام میگرفت 12 روز ما تمرین کردم پیشش رفتم در مسابقات جهانی رفتم در ترکیه رفتم که یک حریف ایرانیم که 8 کیلو آقای شارخی شاهد است که 8 کیلو از ما که بالا بود قدشان بلند بود. من گفتم من نمیکنم که این مسابقه مرا آقای شارخی گفت اگه فایتر باشی امیرام میزنی برو مسابقه کن. من گفتم غیر قانونی است. گفت خیر گپ نداره برو. من رفتم مسابقه کردم و آدم زدم نکاوت کردم بردمش آمدم یک عالم در افغانستان تشویق شدم مورد تقدیر و تشویق مردم افغانستان قرار گرفتم. اون از اونجا باز ما شروع کردم که باید ما حالا شاگرد آقای قیومی بودین دیگه در یک دوره؟ بودیم بله. یعنی شما میپذیرن. و نکته دیگه فقط 12 روز یا بیشتر از او؟ نه با مو سلسله ادامه دادیم. ما در سال 2012 رفتم اولین مسابقات عرفه‌ای قفسی را دست چیز کردم. خوب متوجه باش حالا گپک شور دادی مجبور هستیم بگویم دیگه. بفرمایید اما کوتاه. رفتم در استفل مسابقه کردم در استفل مسابقه کردم من قدر دیره که تمرین میکردم پیش آقای قیمی چون ما حالا میگم به مسابقه ترینرم با آقای قیمی احترام دارم و دوست جاشم و احترام هم کرده بودم برش و حالا میکنم برش احترام. دمی 5-6 سال من نتونستم یکی کار موفق باشم. روی دلیل برات میگم دلیلی که ما این دست ما مشت ما خوب نبود هیچ لگت ما خوب نبود گنده ما خوب نبود چون آقای قیمی یک کانفو کار بود اما کم میکرد که اونم چیزی که از بس توانش بود. آقای قیمی در کدام ورکشاپ اشتراک نکرده بود و تا فعلا هم نکرده خصوصا در برنامه عرفه‌ای و پالوانی را بلد نیست کار نکرده بود که پالوانی مثلا کار کنه سب نشانکار جیجستو جای کار نکرد یا جیدو که او سب نشانا را سر ما کار بکنه یک بوکسر خوب نبود جایی که بوکس کار میکنه صرف یک کانفو کار بود. با او دلیل وقتی که ما در استفل رفتم مسابقه کردم لایو بود تمام وطنای ما دید داره ورزش کلگی دید که ما مشت ما لغت ما صفر است. اوجا که آمدم مرا داد محمد خان بازم تشکری میکنم از رئیس فدراسیون بوکس افغانستان داد محمد خان مرا گفت ما در اوجا بوکس نداشتم من نکاوت شدم. مرا گفت اگر تو میخوای به نمایندگی این ملت مسابقه کنی خوبتر بدرخشی تو بیا ما با ترینر تیم ملی تو رو معرفی میکنیم بوکس های تا جور بکن خود از عیار بساز با چند رشته. ما با استاد تمیم اختری معرفی شدم که ترینرم هستم. ما 2 ماه 3 ماه وقتی که ما چیز کار کردم مشت کار کردم یک تغییرات کلی آمد در رقص پای ما در گارد و در شوتنگای ما. بالاخره ما باعث شد پس اون امور عریف ما چلنج دادم مو حاضر نشد استادش حاضر شد ما که پس 4 ماه پس ظاهر شدم در استفل امو عریف مصری خدا با مو مشتایی که مرا نکاوت کرد با امت مشت ساختم با کمک خداوند و استاد تمیم اختری ما رفتم دونمون بغل رنگ اونموجا که مرا نکاوت کرد اونموجا نکاوتش کردم. بالاخره ما فهمیدم که نه ورزش MMA
پیش یک کسی که یک رشته را کار داشته یاد داشته باشه معلومات داشته باشه نمیشه. در حقیقت از لحاظ فنی ما تو صحبت میکنیم. ورزش می 6 رشته را مکس میشه. این حال یک ترینر باید در 6 رشته آگاهی داشته باشه به شکل پروفشنال شاگرد تربیت کنه یک موضوع. اگر یک ترینر نمی داشته باشه آگاهی 6 رشته را اجازه بده، باید امی ورزشکار یا امی فایتر با اینمی 6 رشته با اینمی 6 کلپ هماهنگی کنه بره تمرینات خدا بکنه که آماده شه. شما با 6 رشته کار کردید. دقیقاً. حالا اگر کوتاه پاسخ بده مشخص چه مدت شاگرد استاد قیوم بودین؟ قیومی 4 سال. شما بیشتر 12 روز گفتین. نه خود 12 رو دو سفر اول که گفتم، یعنی بعد از 4 سال بودن. و شما ظاهرا استاد که شما رو 4 سال ورکشاپ داده استاد شما بوده، بیشتر ظاهرا گفتن که حرفای غیر عرفوی گفتن. او حرفایشون چی بود؟ آقای قیومی که خودم در برنامه‌ای که می رفتیم اشتراک میکردیم نه در انجمن اوسپورت، او برنامه‌اش اماتور بود. متوجه هستی؟ برنامه اماتور بود، عکس العمل و برخوردها اماتور بود و آگاهی داره، تجارب داره از برنامه اماتور. اما در یک برنامه عرفی من شاهد نیستم که او اشتراک کرده باشه تجارب برگزاری مسابقه که نداره. شما مصاحبهشون دیدین و گفتن که گپایشون غیر عرفی پروفشنال بود، یعنی گپایشون گپای علمی نبود به قول شما در این رشته که شما میگن. اما گپای غیر عرفیشون چی بود؟ گپای غیر عرفی و اصلا تابال مانع چیزا MMA را یا میکس مارشال آرت یا فدراسیون ورزش‌های رزمی را تفکیک نکردن. ما برای تو معلوم بود، ما به هیچ وجه حاضر نبودم در این برنامه بیایم بحث بکنم. مرا کشاندن در این برنامه با همو گپای پیشتر هم میگم گپای انتقادهای غیر مسئولانه که در آدرس ما زده شد. ما بازم کوشش کردم خیر ما گذشت بکنم نبیایم. به او خاطر ما دیدم که اگر ما پیش خود گذشت بکنم این ملت خود چی فیصله کرد، این ملت خود چی فکر کرد. البته اینمی نقطه خالی را مبارز شاید داشته باشه حاضر نشد جواب نداد. او خاطر مشخص مثالشون میگه که میگه رئیس یا مسئول MMA مکس مارشال آرت آقای شارخی است، در حالی که آقای شارخی چیز است رئیس فدراسیون عمومی ورزش‌های رزمی نو سگ زیر اثرش است. آقای مبارز ما شما میگن که من مسئول سبک MMA هستم، درست؟ آقای قیومی اشاره میکنن که MMA معنای هنرهای هنرهای ورزش‌های رزمی هست. نه من خب میگم تا که او تابال میره تا میانه و تنکی گفتن پریفای آرت، میکس مارشال آرت. غیر از این معنا که آقای قیومی ادعا میکنه که آقای شارخی مسئول ورزش‌های رزمی هستند که برگرفته شده امو در واقع کوتاهش اگر بگوییم که ایمش از میکس، دیگه ایمش از مارشال و ایش هم از آرت. فرزاد عزیز شما چگونه اینو تفکیک میکنید؟ من میخوایم به شکل فنی گپ بزنم. خب بگوین شما فنی. MMA مخفف چندین رشته‌های رزمی غیر رزمی که مکس شده دینامی ورزش مخففش گرفته شده. آقای شارخی رئیس فدراسیون عمومی ورزش‌های رزمی است، نه از پالوانی، نه از جیجستو، نه از جیدو، نه از مویتای. این جیدو مشخص صحبت بکنید، مشخص صحبت میکنم. MMA شما اگر امیر جواب بدین. نه من جواب نمیدم تا جواب امیر ما میخوایم. بگو MMA مخفف چیست؟ MMA یعنی باکس، یعنی جیدو، یعنی جیجستو، یعنی مویتای. شما میگن مسلکی صحبت میگن. MMA چی است که بریم شما نقد میکنید آقای قیومی؟ من فکر میکنم آقای فرزاد تو ژورنالیست در بخشای MMA یا عرفی ورزش‌های رزمی معلومات دقیق نداری. دقیقاً که معلومات ندارم. اینا من میخوایم که برات بگم تو گوش کن. MMA معنایش مویتای، کیک باکس و باکس و جیجستو و چیز کل از یا که یک جای شده دینی ورزش آمده مخفف اینمیا گرفته شده که این از چند رشته یعنی میکس مارشال آرت یعنی به زبان ایرانیا از چند رشته مخلوط شده یک جای شده مخفف اینمیا گرفته شده که در دنیا به نام MMA است. از مرزهای افغانستان برای به نام فری فایت کسی نمیشناسه یا برای خود یک چیز جور کردن، یک چیز ساختگی با اونو سپورت که میگن فدراسیون جهانی داره، فدراسیون آسیایی
در حالی که بیام از روی اسناد گپ میزنم و سپورت از آقای منوچیری است که در ایران تابال به مثابه یک انجمن شناخته نشده. استپ به استپ امی بحث ما را دنبال کنیم خوبتر است. با توجه به این که شما گفتین که من به حیث یک ژورنالیست اطلاعات یا معلومات ندارم بر رابطه بین این موضوع، حداقل من قدر به خاطر این برنامه تا جایی که من معلومات گرفتیم معنای همین MMA چیزی نیست که شما دارین توضیح میدین. وقتی میگیم ورزش های رزمی درستش که شامل اونمون بخشای میشه که شما دارین توضیح میدین که شامل بوکس میشه، پهلوانی میشه، نه پهلوانی جدو نمیشه. خب نمیشه، اما نور سبکی که شما داشتین توضیح میکردین. حالا امی MMA معنایش مکس مارشال آرت هست یا نه؟ دقیقاً امی شامل امی کل بخشا میشه یا خیر؟ این حال باز چهار رشتهش هست که شامل چیز نمیشه. خیلی تفاوت کار شما با آقای شاروخی در چیست؟ بسیار خوب گپ. من مسئول MMA هستم، او مسئول تمام ورزش‌های رزمی. تمام ورزش‌های رزمی چند سبک هست که رشته‌های استایل‌های مختلف میگن آقای مبارز. نه گفتم که نه، اما کسی که شما را سوالم داده خودش نمیفهمه. نه من اتفاقا خودم این حال ما یک گپ برات میزنم. این حال ما برات یک گپ میزنم. معمولا سالانه فستیوال ورزش‌های رزمی برگزار میشه که ورزشکارای رزمی معمولا میرن در اونجا اشتراک میکنن. آلو رئیس فدراسیون امو جوانی از بگه که من مسئول MMA هستم، این خو اشتباه است. MMA یک چیز علاوه است در دنیا که در دنیا فعلا شهرتش بسیار زیاد است و بسیار به وقت کم پیدا شده، بسیار زیاد رشد کرده و همین رشد ازی بسیار به سرعت ادامه داره. اکثریت کسا گفتم نمیفهمند در معنای ازی، آگاهی ندارن. در برنامه‌های پروفشنال کس اشتراک نکرده آقای فرزاد که آگاهی داشته باشن ازی. اما کسی که انتقاد میکنه در یک برنامه پروفشنال اشتراک کرده باشه، در سمینارش اشتراک کرده باشه، در برنامه‌اش اشتراک کرده باشه، در برگزاری مسابقه اشتراک کرده باشه، اونو رو بیار اسناد برام باز من میگم که صحیح میفهمم. آقای مبارز یک نکته رو میخوام تذکر بدم که برای من کسی سوال نمیته. با همین روی کرده که من با شما مصاحبه میکنم، هفته قبل شما شاهد بودین با آقای خیمی مصاحبه داشتم. سوال در اینجاست، اگر ما همی به قول انگلیسی زبان ها جاب دسکریپشن بگوییم یا همی لایحه وظایف بخش شما را با آقای شاروخی توضیح بدین. ظاهرا شما ادعا میکنید که من مسئول و مؤسس سبک MMA در افغانستان هستم. آیا MMA یک سبک است؟ سبک است، بله. چی معنا؟ اگر همی سبک خودت در فارسی معنا کنیم. چی؟ همی فارسی MMA در فارسی چی معنا؟ اگر این دفعه شواب بودم گفته اگان تا 4 دفعه میشه. خب بگوین همی 4 خب باز گفتم مخفف 6 رشته را که مخلوط شده دینامی رشته مخففش گرفتن نامش MMA ماندن. یعنی مکس مارشال آرت، یعنی مخلوط شده چند رشته. اگر آقای فرزاد عبارت دیگه سوال کنم، اگر به یک عبارت دیگه سوال کنم، مخفف، چون شما مسلکی هستن، ادعا دارن که من مسلکی هستم، مخفف اسم امی ورزش های رزمی در انگلیسی چیست؟ شما کار کردین دیگه، بلد هستین. چی؟ آقای شاروخی رئیس ورزش های رزمی هستن. امیر به انگلیسی مخففش چیست؟ برو دیگه او را از آقای شاروخی سوال کو وظیفه شما مسلکی هستین. نه، ما اگه بفهمم ما کوشش میکنم که در آقای شاروخی احترام دارم و در وظیفهش در موقفش چیز نمیکنم و در او جواب هم نمیتونم. خب با توجه به گفتیم مردم قضاوت کنن روی باز قضاوت میکنن که اصل چگونه بوده. حالا از این مگذریم، اجازه بدن به یک میان برنامه کوتاه میریم. پس از میان برنامه کوتاه همچنان این بحث ادامه داره. دوباره خوش آمدید. آقای مبارز، یکی از انتقادات آقای قیومی بود که شما این مسابقات را که در رنگ تلویزیون ورزشی برگزار کردین مسلکی نبود. یعنی با توجه به یک شما ادعا میکنین که یک شخص مسلکی هستین، اما در اونجا با وجود که شما داور نیستین، کسی هستین که اونجا برگزار میکنن اما از جریان مسابقه نقد میکنن و مداخله میکنن. مثلا در مایک صدا میکنن که سبمیشن درست نبود یا سبمیشن درست بود یا مسابقه را قطع کنن یا آغاز بکنن. یک انتقاد. و انتقاد دومشونی بود که همین آقای تمیم اختری درست است که یک ورزشکار خوب هستن، ولی ربطی از اینیا با می سبک شما چیست؟ تشکر. ما نمیفهم که آقای قیمی کلمه چی مشکل داره
و این نوع 1% هم ما برش مشکل نداشتیم و مشکل ساز هم نبودیم. این ما خبر هم نداشتیم. آمده اینجا دادرس ما گپای غیر مسئولانه گفته نه من میایم اونجا. ما خود در این جای شک نیست که از او گله نمیکنم. او تکلیف روانی داره، هم تکلیف روحی داره. هر روزی که او هم دوای خود نگیره او نمیتونه خود اداره بکنه. به او خاطر مشکل داره. تا همین مشکل روانی روحی از او حل نشه، خوب از بد، فنی از غیر فنی نمیتونه در بکنه. چرا مداخله میکنه؟ در چی؟ در همین ارتباط سایکو آقای فرزاد عزیز، ما این مسابقه را که وقتی که شعار دادیم و گفتیم هم که با اون معیارهای جهانی برگزار میکنیم، برگزار هم کردیم با همکاری شبکه ورزشی 3 و بیش از 20 سازمان بیام از سندایشان هم ایمیلایشان نشان میتم. بر ما اولین برگزاری مسابقات حرفه‌ای MMA را تبریکی رای کردن. یعنی پکیج کل درست است که تبریکی را روان کردین یا موفق بودین و از یک سو شما در جریان مسابقات از یک سو مبنای کدام صلاحیت اینال میگم از یک سو او خود سواد نداره، بی سواد است که انگلیسی را بفهمه، بر از دیگه سازمان ها را ببینه که امی انانسر فنی و انانسر تلویزیون چی میگه چی نمیگه. اینا میره وقتی که دید فهمید باز انتقاد نمیکنه. آیا امی انانسر فنی اجازه داره که مسابقه را قطع کنه؟ سایکو ما صدا میکنم باش که ما جواب بدم. ما صدا میکنم که امیرشاه بیات فعلا سب نیشن بسیار عالی گرفته. این معمول از UFC، این معمول از دوانفسی. نه این درست. و آل امیرشاه بیات نتونست که آل امیرشاه بیات نتونست سب نیشن به شکل فنی بسته بکنه. در جریان مسابقه گفتن که مسابقه را قطع کنن. صلاحیت داره؟ ما گفتم بله. برای دلیل چی؟ سمیر مبارز گنده خورد، حسن رضا زدشه. این دالت نکداون بود، نکاوت شده بود. دونو حال نکاوت نقش داور و سرداور در اینجا چیست؟ در اینجا داورای ما در این جای شک نیست. اولین بار مسابقات عرفه‌ای را به حکمیت میکرد، کم تجربگی کرد، سر از اون میخواست شماره بگیره. ما گفتم مسابقه را گفتم استاپ کو، سمیر مبارز نکاوت شده. کار درست بود یا غیر درست؟ کار فنی است. شما صلاحیت دارین؟ چرا نه؟ به خاطر حفظ آبروی برنامه چون لایف هم بود و به خاطر حفظ صحت اونمو فایتر. اگر من نمیگفتم که استاپ کو و بشر اگر دیگه میزد خود شاید یا فوقارش میکرد. دیگه دنیا هم همین معمول است که داور حضور داشته و سرداور حضور داشته باشه و اناونسر بگه خط قرآن هم اشتباه میشه. فهمیدی؟ از داور ما اشتباه بود، از ما نبوده. درست. و نقش تمیم اختری هم اگر تمیم اختری یک بوکسر خوب ماست و سرکم بوکس است و یکی از ترینرهای ما است که 2 سال میشه کدمه شش خیز با برنامه MMA بسیار نزدیک بلدیت داره و هر کسی که در اینجا از کارمند تا بالایش او را ما سیمینار میتیم. متوجه هستی؟ سیمینار میتیم، از تمام قانون آگاه میشه و شما دیدین 7 جوره 8 جوره که در 2 دور برگزار شد. یا محترم استاد خیبر عملخیر سرکم بود یا استاد تمیم اختری بود، کوچکترین کدام قانون شکنی در برابر ورزشکارای ما شد. این خو مسابقه لای بود کلا نشد یکی و او دیگر سایکو انتقاد بیجای از یاره سایکو. والا معاون ریاست تربیت بدنی آمد حکمیت کرد. معاون ریاست تربیت بدنی آقای قاسمی یک رزمیکار موفق بود، یک قهرمان بود، یک ترینر، یک حکم ملی و بین المللی است. قاسم ملی و بین المللی است. تجارب بسیار خوب داره. در مسابقات رزمی از حکمیت نیم ساعت ما براش سیمینار حکمیت چی دادم و دور از توقع ما او حکمیت کرد. برابر سر سوزن او کدام غافلی نکرد حکمیتش. او باید تقدیر کنه، تشویق کنه، خوش شوند از این برنامه یا نقص میکنه. نگاه ها تفسیر شما روی عمل کرده همین آقای قیومی چی هست؟ بیشتر که انتقادات کردن. یکی از ادعاهای شما که در برنامه نظر 3 تلویزیون ورزشی 3 شما ادعاهای مطرح ساختن و هر از گاهی از جانب‌های مختلف دیگه هم این ادعاها مطرح میشه که در همی برخی از ورزشکاران به مسابقات بیرون مرزی که میرن قانون نیست که باید کمربند اونجا گذاشته شود. انتقادات مسلکی بیشتر اونجا مطرح بود و شما هم ادعاهایی داشتین که اونجا جعل در کار است. همین تفسیرتون چی هست؟ آیا هنوز هم مشخص کردین که چون چیزی وجود داره؟ اگر با سند صحبت بکنم. با سند ثبوت اگر نه در هزار گپم میتونی شما هر انتقاد بکنی، ما حاضر هستم. گفتم ورزش می در افغانستان زیاد رشد کرده
و جوانا زیاد علاقه دارن که می ورزش پیش ببرن و آمدن هم از تمام رشته در این رشته آمدن و ورزشکارای ما یک روز هم که می کار کردن در هر جایی که در کلب هستن. ما برشان احترام دارم و ما برشان دوست دارم و تقدیرشان میکنم، حمایتشان میکنم. این از این میشه استفاده غیر قانونی غیر مسئولانه میشه و از این ورزش قاچاقبری میشه و از یعنی چی؟ مشخص برات میگم. مثالش در دنیا معمول نیست که در مسابقات MMA مدال بیتی برای کسی، مدال طلا و نقره بیتی. خوب متوجه باش، این معمول نیست در دنیا که در یک مسابقه 8 تا 9 تا 10 تا کمربند بان. سایکو ما باز میگم که علتش چیزی یا کمربند ماندن. و سیار بادرزاده یک ورزشکار خوب موفق است که بسط اروپا و جهان مسابقه میکنه. 35 مسابقه برد داره، یک کمربند پروفشنال داره. حالا کسی که 2 سال نمیشه می کار میکنه، در 1 سال یعنی در 6 ماه 3 تا 4 تا کمربند در گردن انداخته، 2 تا انداخته، 1 تا انداخته در ظرف 1 ماه 2 ماه. و کسی که اوج هویت MMA هم نداره، اثر کوچه و بازار جمعش کردن، پیسه داشته گرفتنش بردنش اونجا. من مشخص میگیرم آقای شاکر صابری یک قاچاقبر بزرگ و یک تقلبکار بزرگ در بین میمیکارای افغانستان است و سوء استفاده از توانمندی فیزیکی و پولی اقتصادی بعض جوانای ما میکنه. رفته در ایران در هندوستان خو شده و ورزشکارای ما را دعوت میکنه بیا اینجا ما براتون مسابقه جور میکنم، $1500 بر ما بتین سر کمربند بکنین مسابقه. وقتی که بچه‌ها میرن اینجا 3-4 تا شاگرد ما را گپ دادن رفتن کهشان. حالا ما میایم که واپس آمدن چی گفتن؟ اونجا که میرن گفتن داخل قفس مسابقه از. وقتی که اونجا میرن به قول خود این بچه‌ها من میارم اون بچه‌ها را اینجا میارم مصاحبه کنن با این گپا را خودشان بزنن. میرن وقتی که میرن نه قفس است نه رنگ است. پیسه از یارم گرفته 1500 روپیشانه. گفته ما را گفته نی سر توشک بگیری مسابقه کنی بره و سر توشک مسابقه پروفشنال غیر قانونی غیر استاندارد است، توهین است برای امی ورزش MMA. ولی او متاسفانه نه در سر عزت خود نه سر عزت MMA نه سر عزت ملت افغانستان بندواز است. فقط میگه پیسه دستم بیا اونجا بر خود کیس انداخته روز میره بیادرش که کانادا است، پیسه چی قاچاقبر برابر میکنه میره کانادا میره. این بچه‌ها میگه تو خب بر ما گفتی که قفس است، اینجا ما را گفتی که کمربند است. گفته این کمربند قفس نیست، اینجا مسابقه کنی کمربندا را بگیره بره. در بدر از $500 تا $1000 کمربندا را سر بچه‌ها فروخته، در حالی که $5000 کمربندا را در پاکستان جور میکنن و دیگایش اماتور گرفته بر از اون مدال طلا و نقره داده. حالا آقای صابری چی نسبت داره با آقای قیومی و با فدراسیون؟ نه او یک تقلبکار بزرگ است، اصلا نسبت ندارن. و بعض شاگردای آقای قیومی را هم گرفته بود برده بود اینجا گپ داده بود. باز آقای قیومی چی کرده؟ آقای قیومی یک دانه سپهباز به نام چنگیزی است که آدم منشور است در پاکستان است، نه سازمان داره نه کدام فدراسیون داره، هیچ چیز نداره، یک کلب داره. کدازو هماهنگی کرده برده 16 نفر دیگر را برده از بچه‌ها. آقای قیومی $1000 جمع کرده که سر کمربند میگیرم و $500 جمع کرده که سر این چیز میگیرم. سند دارن در من برات به سند و ثبوت گپ میزنم. ولی دیگه فسادایی که برآمد ایران برات قسم میکنم. میبره 300 از کمربند میته برای کیس برای امو چنگیزی میته و 300 خودش میگیره، دیگه ش مصارف و کمربند جور میکنن در اوجا در گردن بچه‌ها میپرتن که 8 تا کمربند از پاکستان میارن، مدالای طلا را میاره. اینال مشخصا یا سر کمربند و سر مدال طلا نرخ ماندن. و ما میگم برازیا پیشنهاد میکنم بلیاز خدا کارهای تقلب، کارهای خودسازی، کارهای خودفروشی و جوان فروشی و تن فروشی خدا نکنن، باعث بدنامی میشه و شدن هم باعث بدنامی. حالی در گردن هر کس میبینی 6 تا کمربند است. این قهرمانی چی باید داره؟ یا میخواین توسط پول و پیسه و تقلبشان خدا بزرگ سر مردم قهرمان. شما چند کمربند دارن همینجا اگر یک مقایسه شود با توجه به اینکه شما فعالیت‌های گسترده دارین؟ ما 2 دانه کمربند دارم. چند سال میشه این ورزش کار میکنید؟ ما 9 سال میشه. ما رفتم در مسابقات جهانی در تایلند سویدنی را زدم، برای ما کسی کمربند نداد. رفتم که امریکایی مسابقه کردم، هیچ مسابقه ما کمربند نداشت. کمربند گرفتن کار آسان نیست. اونجا پاکستان هندوستان جای تقلب نیست که $10,000 بیت یک پاکستانی بیاد دادم خدا دیش کمربند بگیری بیای. حالا چی شده؟ حالی از یک ولسوالی امو چنگیزی از یک ولسوالی که یک کسی که کدام رقابت رابط نزدیکی هم داره
او را که چنگیزی گفت از یک ولسوالی 10 دانه ورزشکار را گرفته، از هر کدامش $500 گرفته میبره که چنگیزی او جمع‌آوری کرده مسابقه میته. وقتی که باز قیمی خبر شده چنگیزی را گفته تو خود کدام گفته بودی که دیگه بارم تو را میطلبم، ما اینجا بچه‌ها را وعده کردیم، چرا گفته او از تو که بر ما پیسه زیاف وعده کرده. یک موضوع. و آقای شارخی برای واسه میگه چرا این کار تقلب کردی، 6 تا کمربند آوردی، 20 تا مدال طلا آوردی، خود رشخند ساختی، فدراسیون ما را رشخند ساختی. گفته رئیس صاحب اگه این کار نمیکرد کل شاگردای نصفش رفت پیش بازومد، نصفش رفت پیش شاکر صابری رفت، من مجبور بودم به خاطر شاگردایم خوشم من این کار کردم. گفتم یعنی این مطلقاً جعل است، بیخی جعل که و ما از تمام ما از تمام مطبوعات عزیز خواهش کردم که وقتی که یا میان اینمیا را با اینمی دستاوردهای تقلبشان نقش نتن دمی مصاحبهشان. طلوع با اینمی گپ ما را پذیری گفت، خورشید یک تلویزیون کلش، اما دو رسانه که ارتباط روابط شخصی که زیاد داره، یک تلویزیون اونم است که هر روز در قلیون خانه کده از اونم یک جای است و تلویزیون مسئول بخش ورزشش مصطفی نام داره، اینمی دو تلویزیون می رابطای شخصی و اندیوالیشونه اونم رو نکاس داده رئیس. دیگه تلویزیون طلوع گفت تا که سند نباشه از مسئول می تاییدش نباشه ما نمیتونیم که شما مصاحبه کنیم. منظور شما بوده. خب از این نکات اگر بگذارین چون دیگه فرصت نمانده، اگر اینی سوالم پاسخ بدین، او مبارزه که در یک شهر یا به قول شما در ولسوالی پلخمری که پلخمری مرکز بغلان شهر پلخمری است، اونجا در واقع در لبهای سرک کار میکردن، چگونه به یک مبارز تبدیل شد که حالا ادعا میکنن که در سطح جهان از شما مردم شناخت داره؟ تا یک پیام برای جوانان در افغانستان ما برای کل هموطنان عزیز ما، برای خصوصا برای جوانان قرص جامعه ورزشی پیام ما اینمی است که هر کس اراده خوب داشت، تصمیم خوب داشت، قاطع داشت، تقوای خوب، رسالت خوب در کارش، شفافیت خوب داشت، او میتونه در قلعه‌های آرزوهای خود برسه. ما تا این لحظه به هیچ یادم نمیاد و شاهد از این هستم که در برنامه‌های زندگیم کارهای ناجوان مردانه را انجام داده باشم و کارهای غیر اسلامی را انجام داده باشم. چون فایتر هستم بسیار کسا مرا گفت در جان تو تتو خوب میگه، اما ما یک عکس در فیسبوک انداختم گفتم من میخوایم وطن از تتو بزنم، هیچ کس برای من رأی نداد. برای من نظر تمام وطنای ما قابل احترام بود، ما در جانم تتو نزدیم. متوجه هستی؟ از لحاظ قانون اسلام هم من نیز از لحاظ دید می مردم هم و نمازم نمیشه در او هیچ گپ روان نمیشه، با او خاطر من نزدم. اینمی است که همین محبوبیت آدم در بین مردم خوب میشه. ما یعنی اگر ما رفتیم در مسابقه، گوش کن، در مسابقه رفتیم، اگر خودم بردیم هم گفتیم بردیم، اگر باختیم هم مسابقه باختیم ما نشر کردیم برای کل ملت افغانستان، روی یعنی دلیل باختیم. مردم میرن مسابقه میکنن، مسابقه را میبازن، میان در مطبوعات دروغ میگن که ما مسابقه را زدیم، در حالی که در یوتیوب فیلم باختشان مبرد. اگر یک سوال دیگر هم پاسخ بدین، با توجه به اینکه شما یک اراده شخصی داشتین، انگیزه داشتین، تلاش کردین در اینجا رسیدین، ما آخر پیامتون می بود. ما بسیار زیاد بدبختی ها را، بسیار گشنگی ها و سیری ها را کشتیم. تو روز هم شده که از تمرین برآمدیم، پیسه یک گلاس شیر نبوده که ما بخورم، اون از اونجا شروع کردیم. امروز این ورش در صد دنیا مدرسه ساختیم، اما شکر میکشم خداوند که امروز 7 نوع غذا بهترین غذاها را استفاده میکنم و هیچ نوع کدام مشکل ندارم. یک نکته که باز هم تکرار کردین، آیا ورزش چون برای بیننده ها دیگه باز قضاوت میکنن، MMA یک رشته است که امور علاقمندان به خصوص MMA بیشتر در این رشته اطلاعات دارن، یعنی کل مردم ندارن اطلاعات. شما 3 بار است تکرار میکنین که ورزش MMA در سطح دنیا ما مطرح ساختم. روی همین یک تفسیر کوتاه داشته باشین، بعد یک سوال دیگه میکنم وقت تمام میشه. خب بگو. سوال همی بود که شما واقعا ورزش MMA در سطح دنیا شما مطرح ساختین؟ برو خیلی سوال، برو در دنیای یوتیوب، برو در دنیای فیسبوک، برو که هر افغان در هر کشور دنیا امروز به نام بازومت مبارک نه شما گفتین که اینمی مطرح ساختین. بله یقینا اینمی است. MMA را در افغانستان مطرح ساختین یا در سطح جهان؟ MMA افغانستان در دنیا مطرح ساختین. دقیقاً این نکتهتون درست. یک نکته دیگر هم اگر پاسخ بدین که شما از آقای قیومی انتقاد میکنین، آقای قیومی از شما انتقاد میکنه و شما از آقای صابری انتقاد میکنین، صابری میاد از شما انتقاد میکنین، به یک نحوه همین انتقادات وجود داره.
چرا همین انتقادات باید وجود داشته باشه بین مسئولین سبک؟ ما از هیچ کس شروع انتقاد نکردیم. انتقادهای بیجای از طرف او اشخاص افراد شده. ما امروز در برنامه که آمدیم به خاطر اموال حقوق و حیثیت آبروی خود، تیم خود، سبک خود، سازمان خود دفاع میکنم و هیچ مشکل شخصی با هیچ فرد هیچ شخص ندارم و نمیخوایم. یعنی مشکلات بیشتر شخصی است. شخصی است دیگه. نه اگر یا ما بسیار خوش دارم که ما رقابت های سالم بکنن و نمیتونن هم رقابت های سالم کردن. فعلا از لحاظ امی کار و برنامه یا اینجا قرار داره ما بسیار در مرحله بالا قرار داریم. اینمی ها را زور میته. گفتم بازم میگم موجودیت ما را عزم که نمیتونه. تیم بسیار قوی ما داریم، اداره ما بسیار زیاد قوی است، رشد کردیم. ما میگم که برن خود رشد بتن، برن شخصیت خود، تیم خود رشد بتن، ما خوشحال میشیم. ما تقدیر میکنم، ما حمایتشان میکنم تا بالا که سرشان هیچ انتقاد نکنیم، از این پس هم نمیکنم. فهمیدی؟ ولی برن در کارهای خود مصروفن. چی کار دارن در کارهای ما اینمیجا اولین ابتکار ما و تلویزیون ورزشی سه کردیم، اولین مسابقات پروفشنال برگزار کردیم. حالا چیزی که جوانات شوقی شده، حالا همین کار ما خوب است یا خراب است، ما تشویق شویم، تقدیر شویم، خوب است یا توهین میکنن ما را. سپاس آقای مبارز از اینکه تشکر. سلامت باشید. یک نکته را قابل یادآوری میدانم، او ادعاها یا انتقادات یا در واقع به یک نحو ادعاهایی را که آقای مبارز یا هر مهمانی که در برنامه بحث ورزشی اینجا مطرح میکنن اصلا نکته نظرات شخصی مهمانان است. شبکه تلویزیون ورزشی در قسمت این ادعاها هیچ گونه تبصره ندارند. از اینکه تا این دم با ما بودید سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.